سلام، اسم من بهاره هست و من یک شاعر هستم. امروز میخوام براتون یک داستان تعریف کنم. داستان روز اول زندگیم که یادم میاد. من 43 سالمه، ولی روز به دنیا اومدنم که یادم میاد در حدود 20 سال پیش بود. این داستان با یک حس نزدیکی با نور شروع شد برای من. یک شب طولانی بود و تا ساعت 3 و 4 صبح داشتم یک کتاب میخوندم و خیلی اتفاقات داشت توی زندگی میافتاد. بلا تکلیفی، ندونم چی کار بکنم ها. زندگی خیلی راحت و خوبی همیشه داشتم، الحمدلله. خانواده خیلی خوب، همسر خیلی خوب، ولی همیشه دنبال یک چیزی میگشتم. اون روز صبح زود ساعت 4:30 صبح اون چیزو پیدا کردم. اون چیز اسمش نور هست. وقتی که من این نور رو احساس کردم 2 تا کار کردم. یکی اینی که اول وقت سر تا پا سفید پوشیدم و دومی این بود که رفتم به خونه مادر پدرم و رفتم توی بغل مادرم و به مادرم گفتم من به دنیا اومدم. میدونستم که مادرم میدونه من چی دارم میگم. منو سفت بغل کرد، با هم خندیدیم، با هم گریه کردیم و اون موقع مادرم به من یک دونه ونیکات داد، مثل همون ونیکات هایی که خانم جون، مادر بزرگ گرامی و عزیزم، به همه نوه ها میدادن وقتی که به دنیا اومده بودیم. اون ونیکات نگهدار زندگیم بود و هست. این داستان نور من میدونستم که خیلی چیز قدرتمند و لطیفیه و بعد از اون روز همیشه به دنبال اون نور و اون احساس بودم. میشه گفت بار بعدی که یه چنین احساسی کردم 5 سال بعد بود. بار بعد از اون شاید 7 سال بعد بود و در بین این اتفاقات همیشه دنبال میگشتم. فکر کنم که نه تنها به دنبال نور، ولی به دنبال خودم، به دنبال هستی و وجود خودم. من کی هستم؟ بهاره کی هست و در این دنیا چی کار میکنه؟ امروز که اینجا نشستم در سن 43 سالگی، برام خیلی واضحه که من چی کار میکنم. من نفس میکشم، من لمس میکنم، من احساس میکنم و من با دیگران وصل هستم. این وصلت برای من وصلت با نوره. اسم این نور میتونه خدا باشه، میتونه الله باشه، میتونه محمد باشه، میتونه کریست باشه. برای من این نور میتونه یک پینه دوز باشه و یک فیل باشه و از همه این چیزها احساسهای قشنگی میگیرم. امروز میخوام براتون یک مقدار
از شعرایی که نوشتم بخونم. من همیشه می نوشتم 20 سال 30 سال هست که می نویسم داستانهایی که امروز چی شد، دیروز چی شد، بعدن چی نشد. ولی اون روز برای اولین بار بود که من شعر نوشتم. همینجا یک جا نزدیکی خونمون یک دونه کنسرت موسیقی اصیل ایرانی بود. من در ابوظبی زندگی می کنم، دور از وطن، دور از خانواده، ولی نزدیک به خودم و خدا. و همیشه توی کیفم من یه دفترچه دارم. اون شبم دفترچه‌مو رو در آوردم و نشستم. همه اومدن روی سن، همه نشستن، همه کوکاشونو کردن و از لحظه اول که سنتور اولین صداشو در آورد من شروع کردم به نوشتن تا آخرین لحظه موسیقی. براتون این شعرها رو میخونم. اسم این شعرها گذاشتم صدای دل. همیشه من واقعا از خدا تمنا و التماس می کردم و اولش با یک چنین چیزی شروع میشه: خدایا، خدای مهربان، نوازش هستی من به دست توست، دستم را بگیر. جاودانا، روشنایی وجود من از گرمی توست، دستم را بگیر. با هر بال و پر ماهی های دریا آشیانم را روشن کن. آشیانم را، درونم را روشن کن. از هستی تو دلم گرم است، ولی این روزها گرمی دلم نیست.